علیکم. سازن خوبه؟ سلامتی سازای کارا خوبه؟ همه ساز یک خدمت کنین، یک نمرایتان کنم 100 روبل گذرونه. نمرای مگافون تاجیکستان زنگ زنم کتی و چم بچم کتی گپ زنم میگم نشدسته زنگ زدن نمرشون کشتگه. من خودم غریبی اومدم، نه اومدگی میاد 3 ماه میشوه کار کرده سبدیم کرانتین کردن. با راستی وضعیت کمتر بزی بای مزم نیست خونه ده خوابم زنگ زنم گپ زنم کتیشون میگم نشدسته زنگ زده. فریبا شما تماشا کنین. نمجا نمروش هم ماندگی های 98 00 32 76. خوب دلشی گوش میکنیم. این نمره میگافون تاجیکستان های دمی نمره گذرونه. تولدم 2009 ایشون برومدگیم یا 6 ماه میشه ایشون برومدن مسکو اومدگیم. بچه دارم، بچم دستی و چم دای گپ زنم زنگ زنم میگم نشدسته زنگ زده التماس یا خدمت کنین. هموطنی همشهری گفته گپ زدم مقصد نویساندم تو نبا خمی فهمین شمختون غریبی اومدگی نزاب کشتگین. ما هم نمیدونستیم مسکوی خی عذابه خیویه با اومدم نو کار کردم یا ماه کار کردم که با کرانتین شد دیگه نیست وضعیت ندارم التماس گذرانه همون نمرو ده. بچه هم ازش نبود زنگ زنم پرسم گفتستم نشدسته زنگ زده تلفنشون کار نکردستیم. التماس به خاطر الله گذرانه، به خاطر غریب بودمون که خدمت کنین مده شما. اگه این مقصد پول میگه و شیطانه خیلی نه به خدا قسم مقصد غریبی اومده مزم نیست خمم خوابم خونده نمیشه و مقصد ندارم وضعیت برای شما را خواهش کردستم. گذرانه نمیگذار این خواهش خطانه مقصد یا دستگیری کنه من شما را مجبور نمیکنم به خاطر الله گذرانه، به خاطر بچه جانم گذرانه. گپ زنم کتیشون و چم کتی گپ زنم چند قشت گپ نزدم کتیشون. برادران عزیز و خواهران مهربان، مقصد او 100 روبل نیست تا 1000 روبل میپرتیم. مقصد کسانی که خواهش کردن ما میگذرانیم. گپ در او 100 روبل نیست، ولی اینها یک دروغگو هستند، یک شیطان، یک فند فریب قطعی نیتون که ایما بلکه ایامی تمام جوانهای تاجیک در صفحه های اجتماعی هستند. اینا در اناکلاسنیک بینید بر من نویست خوب قبول من جوابش دادم. مقصد من گفتم که جام من نپرسیدم تا چند دیگر و دیگر بینید که تو تولد شدن گفتم میتن این خوب مایل ای همش خب برای چی میگیرن در چرنی میپرتوین. اگر اینها دروغ نمیگفتن، اگر گپاشون راست میبود اینجا در چرنی سپیسکا نمیپرتن. ایمی خاطره که مقصد فریب میکنن، فن میکنن نیتول کامرا بلکه دیگران هم با چنین فن و فریب شنگه. ما همه این دخترهای تاجیک نه بلکه این بعضی چنین شیطان هاش هست که مقصد فقط ایپای پول کار کردن و فن و فریبی همین بچه ها هست. خدا نگهبانتون احتیاط باشین با فن و فریبی چنین آدم ها گرفتار نشین. حالا که ما در اناکلاسنیک 2 تا پروفیل دارم، 2 تا سایت دارم. همین هر شام انمی سابشنی اومدگی های هر شام این هزار آدم روی کدگی های تا داجه ایشو برآمدن شام سالی تولد شام یک مقصد و معنای خوب داره که اگر دختری خوب میبود در این سن سال شوهر زود جدا نمیشه. خدا نگهبان.